روزی زنی نزد نادرشاه افشار رفت و روسری خودش رو بر سر اون انداخت. نادرشاه عصبانی شد و گفت این چه کاریست؟ زن گفت لچکم بر سرت باد، تو پادشاه این سرزمین باشی و عرب‌ها به من تجاوز کنن. این رو گفت و رفت. بعد از این اتفاق نادرشاه انقدر از عرب‌ها قتل عام کرد تا جایی که عرب‌ها به خدمت رسیدن تا عذرخواهی کنن. نادرشاه گفت به یک شرط شما رو میبخشم، به شرط اینکه روسری یا لچک بر سر کنید و مثل زنها در کوچه و خیابان راه برید. از اون روز تا به الان عرب‌ها از ترس نادرشاه افشار روسری یا لچک به سر میکنن. حقیقتش گاهی حتی تصور این که این حجم از نفرت و نژاد پرستی در مغز یک انسان جا بشه برای ما قابل درک نیست. ای کاش حداقل از هموطنان عربتون شرم میکردید. محتوای مشابه این کلیپ در پیج‌های مختلف تاریخی که بعضاً دنبال کننده های بالای 1 میلیون دارن هم منتشر شده و ظاهراً خیلی هم مورد پسند قرار گرفته. ببینید دوستان، امیدوارم متوجه شده باشید که چه اتفاقی داره میفته. متاسفانه برخی از تولید کنندگان محتوا از فقدان سواد رسانه‌ای و تاریخی مردم کشور و عدم آگاهیشون سوء استفاده میکنن و با ساخت کلیپ‌های بی‌منبع سعی در تحریک احساسات قومی و نفرت پراکنی دارن تا از این تنش و نزاع اجتماعی که به وجود آوردن کسب فالوور و شهرت کنن و از آب گلالود ماهی بگیرن، که همه اینها نشون دهنده کمبود مسئولیت اجتماعی این افراده. و بدون شک وقتی چنین محتوایی بدون چالش جدی و اعتراض گسترده در جامعه منتشر میشه و بدتر مورد قبول قرار میگیره، میتونه نشونه ای از انحطاط اخلاقی باشه که جامعه ما رو تهدید میکنه. جامعه متوهم که تصور میکنه اگر نیاکانش نبودن امروز بشریت در غار زندگی میکرد و این چنین دستاوردها و فرهنگهای تمام ملل دیگر رو نادیده میگیره. البته ما تعمیم نمیدیم و افراد آگاه بسیار زیادی در این جامعه وجود دارن. گذشته از این که حرفی که ایشون زد در هیچ منبعی ذکر نشده، ظاهرا این خانم و دوستانش فراموش کردن یا اطلاع ندارن که قدمت این چفیه و عقالی که ما روی سر میذاریم بسیار بیشتر از اونیه که حتی در مخیلشون بگنجه. این چفیه یادگار برادری ما با آفتاب و خاک ارزشمند خاورمیانه است، جایی که نخستین تمدن‌های بشر در اون شکل گرفتن. ریشه در ایلام و بین النهرین و صحراهای شبه جزیره داره، همونطور که در آثار باستانی کشف شده مشهوده. در تندیس مرد بابلی از قرن 8 قبل از میلاد میبینید که این شخص عقال و چفیه بر سر داره. نمونه دوم هم که از تمدن لحیان کشف شده ایزن عقال و چفیه بر سر داره. در مجسمه 3200 ساله مرد ایلامی که از شوش کشف شده باز هم چفیه و عقال رو به شکل واضح‌تر میشه مشاهده کرد. یا مجسمه مرد سومری که چفیه رو بر دور سرش بسته و نمادهای این چفیه امروز در چفیه عربی مشهوده و صدها نمونه دیگه. کما اینکه نقوش روی این چفیه رو در آثار باستانی ایلامی که از 6000 سال پیش کشف شده میشه دید. ازتون میخوام دقت کنید به این نقوش در جام شوش. کما اینکه شما میتونید نقوش این چفیه رو در مینیاتورهای اسلامی که از قرون نخست باقی مونده ببینید. در مینیاتوری که توسط یحیی بن محمود الواسطی در قرن 13 میلادی، یعنی حدود 500 سال قبل از نادرشاه رسم کرده، شما به وضوح میتونید نقش چفیه و عقال رو ببینید. و ایزن نقاشی مرد عرب که در کتاب مختار الحکم رسم شده و هزاران نمونه دیگه. اینم اضافه کنم که لباس بومی به طور کلی حاصل اقتضاعات جغرافیایی و اقلیمیه و اگر شما به لباس عربی توجه کنید متوجه خواهید شد که این پوشش تمام مشخصه های یک پوشش موافق با مناطق صحرایی و آب و هوای گرم را در خودش داره. لذا میبینید که نه تنها عرب ها بلکه یهودی ها، مصری ها و دیگر اقوامی که ریشه در این سرزمین و سرزمین های با این نوع مختصات آب و هوایی دارن از این سربندها استفاده میکنن. اصلا بخشی از تاریخ باستان این کشور که امثال این خانم میخوان اون رو در چشم جهان فرو کنن با لباس عربی گره خورده. برید ببینید هرتزفلد، باستانشناس مشهور آلمانی، درباره لباس سربازان هخامنشی چی میگه. ایشون به صراحت مینویسه که سربند سربازان ایرانی عقال عربیه. لابد این سربندهایی که مصری ها میپوشیدن رو هم نادرشاه سرشون کرده. این سربند نمادی از هویت تاریخی ما عرب هاست و در بسیاری از بقایای تاریخی ما نقش داشته، کما اینکه در مهمترین حماسه تاریخ معاصر ایران در جنگ ایران و عراق به یکی از نمادهای مقاومت ایران تبدیل شد و امروز نماد مقاومت فلسطینه. گذشته از این، حداقل زمانی که میخواید داستانهای تخیلی عرب ستیزانتون رو بنویسید، حداقل داستانی بنویسید که تاریخ و فرهنگتون رو زیر سوال نبره.
شما در این کلیپ ضمن خونخوار جلوه دادن نادرشاه چهره زن ایرانی رو با عنوان موجودی حقیر و پست نشون دادید. انتشار چنین کلیپ هایی باید به عنوان زنگ خطری برای متولیان امر رسانه باشه و ضرورت ارتقاء سواد رسانه‌ای در جامعه مورد توجه قرار بگیره، وگرنه در آینده باید منتظر اتفاقات ناگوار ناشی از نزاع‌های قومی باشیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والسلام عليكم ورحمة الله.